بهار نازنین آمد بهاری مهجبین آمد. ساکنان سربلند و مهنتدوستی ناحیه باباجان غفورов با شکرگزاری از آرامی و صلح و ثبات کشور در هوای متن‌تن استقبال از جشن نوروز بین المللی می نمایند. نوروز یکی از محبوب ترین جشن‌های قدیمی ملت تاجیک بوده، تاریخ بیش از 6000 ساله دارد. تنتنه‌های جشن نوروز بین المللی در هر محل و جماعت‌های ناحیه باباجان غفورov با شکوه و شهامت خاصه تجلیل گردیده ایستاده است که حالا امکان داریم شما را از جریان برگزاری این جشن اجدادی آشنا نماییم. پیگیر تلویزیون تاجیکستان باشید. این طرفنده گلدوزی، اون طرفنده زردوزی، این طرفنده گلدوزی، اون طرفنده زردوزی. از احیای هنرها میرسد رزق و روزی، از احیای هنرها میرسد رزق و روزی. سال نو مبارک باشد، نوروز مبارک باشد، سال نو مبارک باشد، نوروز مبارک باشد. تجلیل جشن باستانی نوروز در ناحیه باباجان غفورov بس و رمزی می باشد، زیرا مردم کهن‌بنیاد این گوشه دیار در پایداری اصالت، پایه‌های تاریخی و فرهنگی نوروز و حفظ و ادامه نکوترین عنعنه‌های ملی سهم بس و ارزشمند دارند. فضیلت دیگری نوروز این است که آدمان به استقبال آن با خوشحالی زیاد آمادگی می‌بینند، کینه و عداوت را فراموش می‌کنند. روز نو و جشن سر سال را با امید آنکه سال پرفیض و با برکت آید با دل و نیت پاک و سر و لباس تازه و آزاده پیشواز می‌گیرند. سومنک پزی نیز یکی از سنت‌های باستانی باشندگان این دیار بوده، از قدیم در عرفه جشن فرخنده نوروز شامگاهان آغاز یافته تا صبح دم دوام می‌کند. سومنک عجب شیرین است، درونش کم خمیر است، سومنک بوی بهار است، سال دیگر یا نصیب. سومنک در جوش ما کفچه زنیم، دیگران در خواب ما دفچه زنیم. سومنک در جوش ما کفچه زنیم، دیگران در خواب ما دفچه زنیم. به تاجیکستان عزیز نوروز دلفروز فرا رسید و امروز ما به عنوان ناحیه باباجان غفورov با شکوه و شهامت خاصه نوروز دلفروز را جشن گرفته ایستاده ایم. خواهران عزیز، دختران عزیز، جشن نوروز به سومنک هیچ است. زیبیش نوروز این سومنک است. در گذشته مادران ما جشن نوروز را با دیگ سومنک، با پختن سومنک جشن می گرفتند. سومنک از گندم سبزی نورسته آماده کرده می شود. زنان و دختران تمام شب لباس‌های عیدانه آراسته با رقص و سرودهای دلنشین در هوای موسیقی و دایره زنی به سومنک پزی مشغول می شوند. جهانی شدن نوروز ماوارثان این جشن باستانی را وادار می سازد که در برابر افتخار کردن از این آیین دیرینه برای من بعد احیا نمودن و رواج دادن سنت‌های اخلاقی و معنوی و فرهنگی آن بیشتر کوشش نماییم و جهت به اهل بشر باز هم بهتر معرفی نمودن فضیلت‌های انسان پرورانه نوروز پیوسته سعی و تلاش ورزیم.